و شعر را که روی کاغذ نقش میکنم، من برش عاجز هستم که بگویم این چی هست، ولی یک فراورده احساسی و روانی درونی و ندای درونی انسان است که میخواهد با زبان احساس صحبت بکنه. استاد، من فکر میکنم همیشه با شعر برخورد شده که برخورد سیاسی و ایدئولوژیک شده. قسمی که یک صوفی همیشه شعر در خدمت تصوف و عرفان میگرفته و امروز هم یک اسلام شناس شعر در خدمت اسلام گرفته و همچنان یک کمونیست شعر در خدمت ایدئولوژی خود گرفته. همین برخورد، یک هم برخورد با شعر به نظر شما به نفع شعر است یا به ضرر شعر است؟ والله دو گونه برخورد است و من قبلا نمیدانم شما دیده تحقیق کرده باشین یافته باشین، یعنی در باز مصاحبه ها در رادیوهای بین المللی همراه نویسنده ها اکثرا پشتو زبان ها برخوردیم. از این جمله یک مرد دانشمند به نام سعدالدین اشپون که درباره شعر من تفسیر میکرد میگفت که تا اون وقتی که اینا ایدئولوژی را به شعر تنفیذ نکرده بودن شعرشان بسیار قشنگ بود، اما از وقتی که ایدئولوژی را تنفیذ کردن شعرشان به ماهی میمانه که گنده شده باشه و سرش نمک پرده. نظر خود این شخص است و من تو فکر میکنم که بیان ایدئولوژی یا بیان اهداف سیاسی در شعر این نه ناجایز است، نه مضر است، نه منفی است، لیکن با چه زبانی؟ دو زبان وجود داره. یکی زبانی است که زبان منظوم است و عواطف افاده نمیکنه، نفرت، تعرض، تبعیض و اهداف بسیار منفی در سیاست که تبعیض تابع یک ایدئولوژی میباشه سیاست در اونجا تزریق میکنه. این وحشتناک است، مضر است، ولو هم که الفاظ خوب و مهذب برش به کار رفته باشه. در آثار ما همچنین چیزهایی هست. یکی زبانی است انسانی ملایم و اهداف سیاسی را به گونه طرح کردن که به وحدت مردم، به انسان دوستی مردم و به معیارهای عالی اخلاقی جامعه کمک میرسانه و او را بیان میکنه و توضیح میکنه از دیدگاه یک ایدئولوژی خاصی، از دیدگاه هر سیاست دیگه. این مفید است و این مثبت است، لحاظا حکم قاطع آدم کردن نمیتونه که آیا شعر اگر زبان ایدئولوژی داشته باشه منفی است یا مثبت است. این باید تفکیک کرد. هم مثبت است به معنای که بعدا عرض کردم، هم منفی است به معنای که اولا حضور شما عرض کردم. نظر شخصی من است. استاد، شما در گذشته در پست‌های بلند دولتی کار میکردید. در اون زمان چی کار و نظر شما هم تاثیرگذار بود؟ چی کار شما به خاطر رشد و تقویت ادبیات شعر انجام دادید؟ من راست براتون بگم که در وقتی که من در یک حزب و در یک دولت عهده‌هایی داشتم، اساساً شعر از من تقریبا از شعر یتیم شده بود. کاری من با شعر نبود، صرف از طریق اکادمی علوم که من برای چند مدت کار میکردم از طریق تحلیل‌های ادبی و هنری و شعباتی که در استقامت کار میکردم مصروف میشد و در وزارت احکام و قبایل هم وقتا فوقتا و درخواست بعض شعر دوستا و ادب دوستا جلسات شعر و ادب دایر میکردیم، گاهی پشتو گاهی فارسی. حتی به خاطر دارم که با استاد عظیمی ما برای اشعار ازبکی هم دایر کردیم مشاعره در وزارت و پیوسته با شعر و مشاعره و تربیت شعرا و یا از اونا تربیت گرفتن وقت کافی نداشتیم. البته شعر می نوشتم وقتی که در وظایف دشوار در اطراف بودم. شعر دو گونه است، یکی است که آدم قلم آورد رو به زور نوشته کنه، این کاری است میشه گاهی شعر خود دمو هم به دست لیکن همیشه تو نیست. شعر باید الهام شود
من نمیفهم چطور افاده کنم براتان. وقتی که من خودم تجربه میست که وقتی که یک شعر خوب نوشته میشه تمام وجود آدم میلرزه و اگر تو احساس میکنه، اگر نه لرزه هم احساس میکنه که من میلرزم و احساس میکنه که چیزی باید بگویم و اون وقت هست که واقعا یک شعر به نسبت خوبتر وجود میاد. استاد با توجه به این وضعیت شعر در پیش از انقلاب هفت صبر و بعد از انقلاب صبر، وضعیت شعر فعلا چگونه می‌بینید؟ من میفهمم که دسترسی شما به شاعران در افغانستان مجموعه‌ای که چاپ شدن در خارج ممکن مشکل بوده باشه، ولی این مدت که شما آمدین ممکن برخورداری داشته باشید با شعرهای نو. چی بارش‌های ادبیات امروز چی هستید؟ اساساً این آثار شعرای جوان که دلچسب است و مورد توجه است در اروپا و دسترس آدم مثل من که منزوی و تنها شده است نمی‌رسید. بخشی از شعرهای پشتو زبان که در خود اروپا بودن مجموعه‌های چاپ می‌کردند و من می‌فرستادم. و در مورد شعر فارسی متاسفانه درجه ها بسیار بسته بود، چون در سیاست ها بسیار تبلیغ شد که لایق که اصلی فاشیست است و این به زبان فارسی تعلق نداره، اصلا پشتونی قبایلی است که یک از گونه همون امراض است که متاسفانه گاهی آدمای کم‌مایه را کور می‌سازد و به این لحاظ دسترس ما به اشعار معاصر فارسی بسیار کم بوده. حال آمدیم مثل یک آدم عطش زده و تشنه صحرا که میخواهیم که گلهای نوی که شکفته چی در جنوب شمال کشور، چی در جنوب کشور، چی در فارسی، چی در پشتو ما بشنام که اینا چی می نویسند. متاسفانه زبانهای محلی دیگر مثل ازبکی، پشه‌ای، نورستانی محروم هستم و احساس محرومیت میکنم. کاش که میفهمیدم تا اونا را هم استفاده میکنم و در فرونشاندن حبس هنری از اون بهره میبردم. دیگه به این بنیاد ما هم نوامدیم. در قلوی ای که ما پشت شعر میگردم به ما بسیار مراجعاتی که میشه مردمانی که به سیاست سر کار دارن مراجعه میکنن تا کسایی که به فرهنگ کار میکنن. فرهنگ ساحه بسیار پاک و صاف است، مثل سینه صوفی های باستان که در اونجا همه چیز شفاف میشه و آدم سیقل میخوره و سیاست ترسیست که اون پاکترینش هم آدم ازش کدورت میگیره. چرا در اونجا انسان ها مطرح میشه، علایق مطرح میشه، رسالت ها مطرح میشه و هر آدمی هر چقدر عالی باشه از این تمایلات بی بهره نیست. از سیاست می داشته باشه. به این لحاظ ما به خاطر وضعی که براتان در مورد شخص خود تشریح کردم، من هنوز گفتم نمیتونم که وضع شعر چطور است. آرزومند هستم، علاقمند هستم و میخواهیم کل ولایات بگردیم، همونطور از شمال شروع به طرف هرات و از هرات همونطور از غرب شروع تا باز به کابل و ولایات پکتیا و ننگرهاری و او را نه به خاطر اهداف بسیار جدی سیاسی. طبیعی کسایی که همراه آدم میشینن، آدم زبان خود قلب زده نمیتونه، باید عقاید با نظر خود بگوید. آخر ما اگه سیاست متشکل هم نکنیم ماهی مرده خو نیستیم که به هر طرف آب بره و به موسو بلوله. لحاظا در اون وقتی که ما افغانستان بگردم طبیعی که نصب العین اساسی من ایست که جناب که هنر چی پیش میره و چی گپایی را آدم بشنوه که میتونه برای خود یک ماهی بیاندوزه که اگر 4 روز دیگه زنده است چی تصویرهایی از این حوادث واقعا باید بده. دوستا شما شهرتتان بیشتر به خاطر پرداختنتان به سیاست میدن یا به شعر؟ یا شعر هم کردن؟ چون بیشتر کسایی که میاد پیش شما بیش از که بحث‌های ادبی و فرهنگی باشه بیشتر سیاسی میشه. به هر حال من اتو فکر میکنم که خوب نیست خود در مقایسه قرار دادن که دیگرها و باز خود برتر نشان دادن یک گناه است. لیکن چیزی که در اینجا مرا در خاطرهای مردم افغان زنده کرده و در حتی از مجلس‌های سیاسی گرفته تا مجلس‌های هنری و من افاده میکنم و همین 5 حرفی که برای کاغذ به نام شعر یا نثر یا داستان نوشتیم این بیشتر مرا در ذهن مردم و در محبت مردم قرار داد. ولی استاد منتقدین بیشتر به نظر اونا شعرهای شما شعرهای بسیار ایدئولوژیک است و همین نظر اونا دارن در مورد بارق شفیعی و آقای حبیب الله.